منم راننده ماشین داشتم نزدیک ماشین ما فروختم برای چی؟ برای که газ уже непостижимо 3,770 было, потом уже 4,20. گزیده از پروس بخوندگی بودم که 84% تمام مالکیت دولتی دست 14% اهالی بوده است. خودتون آدمی عاقل تصور کنید که دست کی است که این کار با مثلا جوابگر است یا گناهکار است خودشون حکومت خودش میدونه دیگه. مثلا دانشجویی که از ناحیه‌ها میآیند مثلا اگر پیشتر 20 سومون میرفتند قرغون تپه یا که چی ناحیه‌ای که نباشه خودی حاضر 35 سومون مثلا 40 سومون حتما ضرر میرسد با بودجه شخصی هم دانشجویان باشند چی شخصی مقصد حقوقی باشد یا که واقعی ضرر خود رو میرسونه. تنظیمش در دست حکومت است. حکومت که راهبری را پره کنه خیلی بد نمیشه. اگر میپرسیم پرسیدگیم هم چند بار خیلی یک دو تا заправка را начальствош قطعی شناسم میپرسیم وایو یافتگیش چیه که میگه که قیمت آمده است. قیمت آمده است. این конечно این همش خودشون ваешь. Мне кажется, какая-то мафия есть у них, да, у бизнесменов, которые с этим газом занимаются. И они мегаки и дафа камтара қиматтар биром. Лекин доллар вайку баланс шудаги нест ку ҷойишта истодаги лекин чида як ҳафтада бовар мекунед як ҳафтада 70 дирам қимат шуд. من پیشنهاد میکنم که همه حکومت تاجیکستان خودش جواب گوید. همه آدمایی که مثلا همیشه گناه ها میکنن سبب بالاروی نرخ ها میشن سبب کم شدن معیشت مردم میشن سبب زیاد شدن قشاقی و کمبغلی میشن به جوابگیری کشیده شدن. اونها از یک کار به کار گسیل نکنن یا به نفقه برآمد یا اون تو کردو همونها به جزای مأموری و حبسی من این چیزا گرفتار کنند اونها پیش خلق فهمد که سببگاری همینا من میخوام مجازات شدن. همین کارا تا چه اندازه دوام میداده باشه خیلی برای دولت یک دیده برای خیلی بدن خلق جو کردن در کار نیست.